بابا چری گوشی خونه برده بودی؟ خب به برق بزدیم حیات شما برفته بود. به برق دادم. بابا شما فروشگاه سرسرک که مدام پیشی سودا میاری چی گفته بودی؟ چی بودی شورا گفته بودم؟ بابا بچی شما به برق میده قرارش کردن تنگ و مادر بردیشتون همه فروشگاه. خب آره گفته اگه ماما نورون بیامدن شورای بیده گپ زدم بیای قرار کردم اینا رو ببریم. بابا هنه بریم برای اینا بیاریم. خب پس چیز که تو یک کوکو بابا تو سه کوکو چی میگه تو بشی؟ چیکار کنم بابا؟ خب تو بشی یک دفعه برو بگی لگ بابا همون فرغون رو داره ببره بفهمیدی؟ آره فرغون بابا. خب فرغون رو هم بر بده دست ده کمدی بوجی شوره یک شوره سیاه یک شوره سفیدیه همون از این فروشگاه برداره بیاره. خب بابا تو لیبه داری؟ نه بنده قرض آوردن پیشی او حساب دارین دیگه بابا شما که مدام پیشی بابا او بلده گیلک هم بلده این فروشگاه. خب بابا که رو خودم برسید برو. خوبه فرغونه میبرم. فرغونه ببر بده دست ده. بابا یک کارنری بگیری من دادار خودی شما ور داره بابا خراب شد بمیده میدم. بابا جان خود کارگر یا با کارگر دیگه مصاب. بابا دیگه نه من پیلا کجا برم کارگر بودم. من پول نداشتم چرا شروع به نسیه می آوردم. این نکن بعدیش بودی نمیبینی کار کرده کار نمیکنه. من پول نداشتم شروع به نسیه می آوردم. بابا دیگه همین پیادار جمع کنی قرار کرده ببریم بفریشی میگی من پولا شورا کابیت کم کم میبرم میفروشم پولا شورا هم میدون دیگه. بیا جانانه بیا شمع بیا پروانه ایمه بیا که مردم از فراخم تسلاش ای دیوانه ایمه واوا تو با کجایی دیگه؟ کجا بدی؟ پیش بابا بدو من برو پیش بابا گفتک بابا را تصور گفتم بیا که با پیازه خودم مکنی برو که همونا به زمینه خراب شد همونا جمع شد تا زمین روستاشو میری عدی بر بهی بر عدی بر بهی بر گوری خوبه بیا کجا بری بیا مادم برای تو که فرغونه ور داری ببینی سر سرک بکنه که دیرو خودی بابا برفتی همون شورا گپ زنی همون فروشگاه من دیره با ما گفتک برو جون نداره مردم که ما بیاوردم به شما زنگ میزنم بیان شورا ببریم حسین دل جو عزیزم برار من صبح زنگ دارم گوشی بابا وردشتم جواب داده بیاین برای شورا بیاردم زنگ زمت که گوشی بابا به دست تو بوده گوشی بابا به خونه به برق بود بابا بیدون دفتر نمین عیادی گرفته بود این فرغون بابا دادم فرغونه ورده برو به سرسرک شورا را فروشگاه ورده بیار که بسرام برو بلند اشتباشه برو خرابکاری با نکنی ولی که بری افرودشگاه به خود کو خرج کنی به شکم کتی خوب خرج کنی نمیده به من خرج بدن من چه پیسکوتی نمیده برو یعنی نگی که بدی دلار ندارم برو زودی بیای بابای بری بر نری تاشون بیا گلم زودی بیا که اونا به تا زمینو برو شورا بیا برو خودی بیا بیاد بکنو دیگه چه کار میکنی؟ تاشون میگردم بکن این تنه ببینه خوبه این پیادار کی مای جمع کنه زودی بیای برو تو شورا بیا من میتونم خب نمیتونی نگه من بیام تو شورا بیارم واری تگاهی خب چه کار میشه برو زودی بیا دیگه سرک تو سعی کنی زمان سرک نداری برو که با خدا دل به من به تو میدازم بازی با فرغون برو زودی بیا بازی با فرغون که قسم تو لاس شه بازی برو به تو میگم زودی بیا نزنی زودی میای میای سر زمین که با پیاده جمع کنیم از زمین بچینی گفتن میام با خدا نه یاد مگره نکنی نمازی شو غریبی رو به من که دل اونجا رازنو یادی وطن که جانم های وی نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادش کنه هر کی یاد مار کرد هی با تو را کرد بالا به
سرشو پس کن پس شو یاسکینه که با تارو صدا کتا که این بریبر نیا همین فرغونه که با تار سرک که صاحب نداره همین فرغون اسکینه صاحب فرغون تا سرک والا این صاحب نداره بگی یکون رو بسام موتر که بریم رات کار ما کار داریم ایش آدم بیاقلی بده که اینا چیه یک شوره شوره بگی بگم فرغونه به تا سرک استاد کن بگی این مثل عمال خوب سیر خورده بفهمیدی یه اگه عمال خوب سیر نخورده باشه این دیستاد نمیکنه فرغونه چه کار کنه؟ فرغونه بگیر پیش فرغونه بگیر فرغونه هم به جو سال حقیقی تیار میکنم حالا بکنی سر برم بگیر قصه نباش سر الان بیا فرغون خود سر داره خودش شورا رو داره حالا بیا برات فرغون خوب بگم این فرغون است که نو سر داره خودشان واسه کو سایه خوش دیول این فرغون است که نو هیچ که نیه معلوم نمیشه خاطر شکلی هم خوبو برون بیادی بخوره این معلوم نیه که بره به پل مالون رسید به شهر دگره به شهر دگه به دگه شهر رسید هر چی بدهید و نگرفتم نشد شالله شد شدم از دروغ نه فرغون شورا بابا فرغونم اینجا گذاشته بده شورا چی شد شورا فرغون برم جواب پیان خوشی بدم بابا همینو کن لولو جو کام تعدادتر بکن خوب تعدادتر بکنه که باز ایار شه اینو نام خدا امسال خوب باری هم بدا والا بلکه خداوند روز کنه یک بازاری هم بشه بلکه گروتر شه که اغلا نه دیگه داماد با تو بیوده نشه برو دیگه بازار کسی نه کار بازار با لالا دیگه یک دم پایین میاد یک دم بالا میاد چی کاره چه گریه میکنی ماما جون سلام علیکم زنده باشی اشتن ماما جگر تیاری خوبی زنده باشی ماما بیشی ماما بیشی بیا ماما جان شما یک چیزی ندیدین یک فرغونی که به تای شوره باشه نیما ماما تا باغچیم اینجا فرغونه فرغون نمید اینجا که شوره بار داشته باشه ماما فرغون خودی میای به تا باغچه میای تا کسی فرغون نایره ما نیما از یک سال پیش نه لالا اینجا ما کسی ندیدیم میای فرغونی من نمیفهم چه کار کنم ولی چی گپ بوده ما به طعم جاده
همین تو می آمدم تو فرقون به دست میبینی یک بار چشمم بفتاد به کاغذ باد بدویدم بلند کاغذ باد دویدم انا برم تو من یک ساعت نیسته میکنم فرقون بنیه اما برا بیار من برو پست من میکنه نه ماما چکار کنم چیه بگو ماما جو این کاری بوده تو کردی نام خدا بچه کلون کتی تو برادر داد که فرقون بود نیل نال سرک یله کردی برات خوشکی برفتی فرقون رم هر کی بوده خوب طراحی بوده برده دیگه حالا بگو یله که دیوال کاغذ باد دیگه حالا اگر ایت که تو بری به خونه بگی گناه تو نبوده دیگه تو به کاغذ باد چکار کنم خب حالا اگه ایت بری تو بری به خونه ایت بگی که تو رو میکشه باور کن دیگه ایت نفس تو دیگه بالا نمیای نه بابا چی بگو شورار به کجایی بردی کی شورار میبالن که ما به زمین ها خوب باشتیم یار کردی تو یک کار کن چکار کنم کارگری نبودی تو یک کار بکن به 100 کار بیارزه ها اگر می لط نخوری ولی ها بشین اگه تو که مقبول نه نمیشی بیا لالا تو بشی امیر بگیم ما محل لالا بس اگلال بابا چی کار داره گنده حل بیا بشی برار چکار شما نه دی لالا منه لالا شما بله یعنی برار شما بله خوبه تو یک کار بکن ماما جگر که به 100 کار بیار خوبه امیت مقبول کرده امیت خندیده خندیده امیت زیخ زده چره میری به خونه خب بگو بیار به سرها یا به سرا یا به خونه آه برو من پیش پیاره خو بگو پیاره خو بگردم من همینار بارار بستنده بودم بمتا فرقون بود بمتا سرگی می آمدم دیدم آدمو بر یک دو نفر امیت سر پوزای پیش دادی بیامد جلوی مر بگیرید که بیام که گفت بستگ من اول نستادم دیدم بیامد یکی جلوی من هنویت کاردی بیرو کرد همیت کارت ها هنویت کاردی بیرو کرد گفت اگه امیت مقبول دونسته فرقون خود بارای میگذری به طرف ممسه نمیکنی مقبوله بیت برو دیگه پسر خورم دیگه سی نکن کدو تو برم به اون طرف خونی خو آه انا بگو امیت بگو دیگه راهی نداره اگر دوز بده دوز بده آفرین اگر ایت بری بگی که دیگه من فرقونه و تا سرک یله کردم و برات خوشکی رفتم ایت گردن و بند نیه ایت دور لات میزنه که مگر ایت مرغای هوا با حالت گلمن کنه نه بابا بابا مرغمه مشتریه آن اون خندیده همین تو دور خود چخ زده برو برو دیگه بخندم وقتی که بچخ اشتا بچر کن دور خود چخ زده دیگه همین تو خوشحال باش برو همین تو آفرین همین پیش بیا کن برو خوبه بگو اگه نمیده شورار نمیده من اینجا بگو میزد خود کارت میزد میگم یک رو دمر بیرو میکن بگو میگم کردات خرمن میکنم نه بابا ها بگم بیار جو من بفهمی که کارت من 11 تا روده دارم 11 تا روده تو خرمن میکنم نه بابا برو با پیرت اون خوشحال میشه میگه خوب شد که روده تو خرمن نکن آفرین برو خندیده و چخسده به دور خب برو که رفتار تو ببینم برو دیگه خب همین تو ما ببینیم رفتار من برو برو خلاص نمیزنه من گریه نکن امپول هم نمیزنه تو گریه نکن گریه هم نکن خندیده ذوق زده برو برو نگو من که کاغذ باز بیدا نه هیچی نگو فقط بگو دوزا جلو ور بگیری همین تو کاردی بیرو کن من بترسیدم مدد بخیر بشی برو لالا ساده خداییه لالا ای هم به نظر من که 40 تخته کم دی 40 تخته یه تخته نداره که یعنی به 40 تخته برسه خداوند شفایی بده دیگه خود تویی لا 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 تیم لا 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 سیگارشی پیارتونه بابا بالشم بگیری بابا هم یک بار می آمدم فرقون به دست می بدک شورا به تا فرقون هم یک بار ادم جاده که می آمدم ازم سرک هم یک بار دیدم که سه نفر بنداختن خورم پیش من خودم می تا کاردا بلنده جلوی من بگیرتن گفتن فرقون خود شورا میگذاری که خرمن روداتور میارم نه روداتور خرمن میکنم من گفتم برار من 11 تا رودا دارم گفتم من 11 تا خرمن میکنم دوزا از ما بستونم برفتن یعنی شورا را فروشگاه بار کردی دیه وردی دوزا به تر جلوی تور بگرفتم خود چرخو کار چرخو نبود گفتن روداتور خرمن میکنم من گفتم از اینکه بی رودا باشم بابا انا من با دومینا به دست اینا تو فکر کردی که من دل تو مادر تو من بیعقلیم همین تو فکر کردی دیگه من می تو گفتم مثلا یا تو برای سگ دیودی یا برای کاغذباد بده این دوست به کجا بده که تو جلوی تو بگردونه بده یک بار اینه که به اون نشون دیده که بده